درود به همه شما عزیزان. خیلی خوش اومدین به کانال سالاد فود. امروز در خدمتتونم با یه آموزش دیگه. امروز میخوام طرز تهیه یه فلافل ترد و خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. یه نکته رو هم توی ویدیو میگم که با رعایت کردنش فلافلتون بافت بهتری میگیره. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اگه شما هم به آشپزی و پختن غذاهای مختلف علاقه دارین، خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ آموزش. مواد لازم: ما برای درست کردن فلافل به 300 گرم نخودی که 24 ساعت خیس خورده، 2 تا دونه پیاز متوسط، 3 حبه سیر، 1 دونه سیب زمینی کوچیک، 1 دونه لیمو ترش تازه، اگه نبود میتونید از آب لیمو هم استفاده کنید، 20 گرم جعفری. اضافه کردن جعفری دل بخواهی است اما طعم خیلی خوبی به غذا میده. 1 قاشق غذاخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پودر زیره، 1 قاشق چایخوری تخم گیشنیز و مقداری نمک. نمک بسته به ذائقتون هست. من 2 قاشق چایخوری نمک اضافه کردم. یه ادویه مخصوص فلافل هم هست که هم میتونید از عطاریا بگیرید هم خودتون درست کنید. من خودم درست کردم. دستورشو توی توضیحات ویدیو نوشتم، میتونید طبق اون درست کنید. نکته‌ای که میخواستم بگم اضافه کردن سیب زمینی بود. سیب زمینی بافت فلافل رو بهتر میکنه و نمیذاره که موادتون وا بره. اما توجه داشته باشید که زیاد نریزید چون باعث میشه در پایان فلافلتون طعم کتلت به خودش بگیره. نخود، سیب زمینی، پیاز، سیر و جعفری رو با هم و با سری درشت چرخ گوشت چرخ میکنیم. بعد از اینکه مواد رو چرخ کردیم، سری بزرگ چرخ گوش رو با متوسط عوض میکنیم و یه دور دیگه چرخشون میکنیم. بعد از اینکه موادمون برای بار دوم چرخ شدن، آب یه لیمو رو بهشون اضافه میکنیم. و بعد ادویه ها رو اضافه میکنیم. ادویه فلافل. توی این مرحله دستامون رو میشوریم و شروع میکنیم موادمون رو به مدت 5 دقیقه خوب ورز میدیم. اگه دیدید موادتون مثل من چسبناک هست و به دست میچسبه، بهش آرد نخودچی اضافه کنید. موادمون رو که ورز دادیم، دوباره با سری متوسط چرخ گوش یه بار دیگه چرخشون میکنیم. این هم از بار سوم و آخر. روی ظرف موادمون سلفون میکشیم و میذاریمش به مدت 2 ساعت توی یخچال تا مواد یه خورده شکل بگیرن و سفت بشن. برای سرخ کردن فلافل یه ظرف آب میذاریم کنار دستمون. توی یه ظرف گود تا نصفه‌اش روغن میریزیم.
روغن رو به این دلیل زیاد میریزیم چون باید قرص فلافلا توی روغن غوطه‌ور باشه و مغز پخت بشه. زیر ظرف رو روشن میکنیم و میذاریم روغن داغ بشه، ولی یادتون باشه حرارت رو هیچ وقت تا ته زیاد نکنید چون اینطوری روغن میسوزه. قالب فلافل رو برمیداریم، یکم خیسش میکنیم، مواد رو میریزیم توی قالب و با پشت قاشق شکلش میدیم. بعدش هم میندازیمش توی روغن تا سرخ بشه. چند تا دستمال رو میذاریم روی یه بشقاب و بعد فلافلایی که پخته شدن رو میذاریم روی دستمالا تا روغنشون گرفته بشه. حواستون به فلافلا باشه، هر از مدتی برشون گردونین که دو طرفش بپزه. این هم شد نتیجه کارمون. بریم تستش کنیم ببینیم چطور شده. خیلی خوشمزه شده. این فلافل خوشمزه رو به این روش درست کنید و به همراه سس‌تون در کنار عزیزانتون میل کنید. اگه از ویدیو امروز خوشتون اومد، خوشحال میشم اونو لایک کنید. سوالی هم داشتید میتونید از بخش کامنت ها بپرسید. در پایان هم 2 تا ویدیو دیگه روی صفحه میاد که بهتون پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتید ببینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.